انسان‌ها زنبورهایی رو پرورش دادن که قاتل خودشون شده. زنبورهای قاتل آفریقایی که در انتهای ویدیو به طور کامل از چگونگی به وجود اومدنشون براتون خواهم گفت. پس تا انتهای ویدیو همراه من باش. حتما تا به حال زنبورهایی رو دیدی که کمی با زنبور عسل فرق دارن. اینها یا زنبورهای بی عسل هستند و یا زنبورهای وحشی که تو زبان انگلیسی بهشون وابس گفته میشه. یک نوع بزرگتر هم دارن که بهشون زنبور گاوی گفته میشه و در زبان انگلیسی هورند. شباهت‌های زیادی بین این سه دسته وجود داره. تمام این موجوداتی پرتلاش هستند و زنبورهای کارگر در حال تهیه غذا برای بچه‌های کلونی در حال رفت آمدن و از ملکه هم مراقبت میکنن. هر سه دسته وحشی هستند و البته که نیش میزنند و یک تفاوت مهم بین نیش این زنبورها و نیش زنبور عسل هست که زنبور عسل بعد از نیش زدن جان خودش رو از دست میده، چون یک نوع تیغ‌های برعکس روی نیش زنبور هست که نمیتونه نیشش رو به راحتی بیرون بکشه و مقداری از دل و روده اون هم بیرون میاد و زنبور بیچاره میمیره. اما زنبورهای وحشی نیش میزنند و نمیمیرند. این زنبورها در فصل بهار و تابستان جمعیت بیشتری دارند چون غذای بیشتری هست و هرچه به سمت هوای سرد بریم تعدادشون کمتر میشه. این زنبورها که سرما رو دوست ندارن، تعداد زیادی از اونها در اثر سرما میمیرن، ولی اونهایی که قوی تر هستن به دنبال جایی گرم میرن و هر جا که سرپناهی گرم پیدا کنن همونجا میمونن. پس در مناطقی که این نوع زنبورها هست بهتره درز در و دیوارها و شیروانیها پر بشه، چون جای مناسبی برای زندگی زنبورهای وحشیه. حالا فکر میکنید کدوم حشره است که میتونه این هیوله ها رو از پا در بیاره؟ پس اول ویدیو رو لایک کن تا بریم ببینیم. باور بکنید یا نه، مورچه های قوی و شجاع هستن که با این هیوله ها در میافتن و همیشه پیروز این میدان هستن. البته به صورت گروهی و دسته جمعی جوری به این زنبورهای وحشی حمله میکنن که در انتهای این مبارزه ملکه هم کشته میشه. این زنبورها که در دسته زنبورهای درنده هستن روی بدنشون مو ندارن و دنباله بدنشون بلندتره و این حالت تهاجمی همیشه با اونهاست. وقتی که زنبوری از کندو بیرون بشه حالت تهاجمی بیشتری به خودش میگیره و احتمال حمله و نیش زدنش بیشتره. تا اینجای ویدیو از مضرات این زنبورهای وحشی گفتیم، اما در ادامه از فوایدشون بشنوید که قطعاً براتون جالب خواهد بود. غذای اصلی اونها شکره و بیشترین شکر رو از گرده گلها به دست میارن. پس گرده افشانی میکنن. به این فرایند به ویژه سازی گرده هم گفته میشه. در واقع وقتی گرده گل رو جمع کردن، اون رو با مواد زیستی خاصی مانند آنزیم ها، پروتئین ها و ترکیبات شیمیایی دیگه ترکیب میکنن و باعث افزایش اثر بخشی و پایداری گرده در فرایند گرده افشانی میشن. فایده دیگر اونها اینه که حشره کش هم هستند، یعنی دوست دارن پشه و مگس بخورن و باعث حذف اونها از محیط اطرافشون میشن. نوع دیگه ای از زنبورهای گاوی وجود داره که خیلی بزرگتره و بهش گفته میشه Asian Giant Hornet، یعنی زنبور قولاسای سرخ آسیایی. شما حدس میزنید طول این زنبورها چند سانتی متر باشه که این لقب رو گرفتن؟ نظراتتون رو در کامنت ها بنویسید. این زنبورها بدترین سم رو در بین این درنده ها دارن و خوشبختانه در منطقه ما زندگی نمی کنن. بیشتر در کشورهای هند، ژاپن و چین دیده شدن. دانشمندان ژاپنی این زنبورهای قولاسا رو به کندوهای عسل در همون مناطق میبرن. زنبورهای عسل که فرگشت کردن شروع میکنن به تولید بوی عجیب و غریب تا این زنبورهای قولاسا رو فراری بدن. باید بدونید اگر همین آزمایش رو در منطقه دیگه ای انجام بدیم که اصلا این زنبورهای قولاسا اونجا وجود ندارن، زنبورهای عسل نمیدونن باید چه کار کنن و احتمالاً بهشون حمله میشه. حالا بریم به سراغ زنبورهای قاتل آفریقایی. کارشناسان زنبور عسل اروپایی رو با زنبور عسل آفریقای جنوبی ترکیب کردن تا نژادی از زنبورها تولید کنن که سازگاری بهتری با شرایط استوایی دارن و البته که عسل خیلی بیشتری تولید کنن. در اکتبر 1957 زنبورداری که از این پرورشگاه بازدید میکرد
متوجه شد که محدود کنندگان ملکه مانع از جابجایی زنبورهای کارگر شدند. بنابراین اون ملکه رو از بین برد. متاسفانه این کار منجر به فرار 26 دسته از زنبورهای قاتل آفریقایی شد. زنبورهای فراری که با کلونی‌های اروپایی محلی آمیزش کردند، باعث گسترش نژاد زنبورهای عسل قاتل آفریقایی در سراسر قاره آمریکا شدند. گسترش نژادشون به این سرعت و بدون دخالت انسان باعث مشهور شدن این نژاد به عنوان موفق‌ترین گونه مهاجم از لحاظ زیستی در تمام طول تاریخ شد. زنبورهای قاتل برای انسان و سایر جانداران بسیار خطرناک هستند. زهر اونها نسبت به زهر زنبورهای معمولی قوی‌تر نیست، بلکه چیزی که این نژاد رو از زنبورهای دیگه خطرناکتر کرده تعداد زنبورهایی هست که به قربانی حمله می‌کنند. این تعداد زنبور به راحتی جان هر جانداری رو می‌گیره و باید بدونید مدت زمان آرام شدن زنبورهای دیگه معمولاً بعد از بروز یک اتفاق دفاعی 20 دقیقه است، اما زنبورهای قاتل به مدت چندین ساعت در حالت تهاجمی باقی میمونند. گاهی این انسان‌ها هستند که از علم و تکنولوژی در جهت اشتباه استفاده می‌کنند و باعث آسیب به بشر میشن. این یک مورد کوچیک بود، یکی از ویران کننده ترین دستاوردهای دانشمندان رو که به بشریت آسیب جدی زده در ویدیو بمب اتمی هیروشیما که در کانال قرار دادم ببینید که تا چه حد انسان به خودش آسیب میرسونه. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید. از اینکه تا پایان این ویدیو همراه من بودید متشکرم.